another, the other و other از یکدیگر چی فرق دارند؟ در این درس انگلیسی من با شما فرق بین این سه کلمه با همونان رو پورا و ساده کرده با شما با مثال ها میفهمونم. رفتیم. سلام زبان‌آموزان، نام اسدی و این زبان‌آموز است که هر هفته با شما زبان انگلیسی می‌آموزد و در این درس امروز ما با شما فرق بین کلمه‌های مانند another, the other و other رو می‌آموزیم که آنها در کجا استفاده می‌شوند، چی فرق دارند و کدام از آنها در واریانت شکل کوتاه و کدام از آنها در واریانت شکل جمع استفاده می‌شود. رفتیم. کلمه یکم برای امروز این another میباشد. another این کلمه ترجمه می‌شود همچون دیگر و برای ساده تر شدن این کلمه ها من از روچکه ها استفاده میبرم و شما را در مثال این روچکه ها میفهمم. این حال من در دستم یک روچکه دارم و شما میخواهید دانید که آیا من یگان روچکه دیگر دارم یا اینکه نه. و شما میپرسید که سعدی تو یگان روچکه دیگر داری؟ یعنی do you have another pen? Do you have another pen? یعنی تو یگان روچکه دیگر داری. خیلی که گفتم another یگان ترجمه میشد و وقتی که من یک روچکه دارم و با شما یک روچکه دیگر در کار است شما میپرسید do you have another pen؟ یعنی تو یگان روچکه دیگر داری. و در جواب من میتونم گویم که yes I have another pen. Yes I do have another pen. بله من یک روچکه دیگر دارم. بله من یک روچکه دیگر دارم. Yes I do have another pen. This is one pen and this is another pen. این یک روچکه دیگر است. و خیلی که شما دوستان در اکران میبینید another این ساخته شده است با پیوندکی n و خود کلمه other یعنی n این ارتیکل نامعینی است. یعنی شما وقتی که میپرسید که یگان روچکه دیگر دارید شما نمیدونید که وای روچکه هست یا اینکه نیست و شما هم وقتی یک روچکه رو در نظر دارید یگان روچکه دیگر هست و وای ساخته شده است با ارتیکل نامعینی و در اینجا فقط واریانت تنها استفاده می شود. و یک مثال دیگر از فیلم جوکر برای شما نشون میدم که در اونجا هست the other SWAT team is on the roof. Another SWAT team on the roof. یعنی دسته ضربه دیگر یعنی دیگر دسته ضربت در بالاخانه است یا اینکه در چردک میگویم به قول تاجیکی در چردک است. و وقتی که شما الان فهمیدید که من دو روچکه دارم و شما در کار میشود یک روچکه شما میتونید بپرسید که سعدی give me the other pen. Give me the other pen. The other خیلی که شما فهمیدین الان که کلمه دوم است و این ترجمه میشود همچون دیگرش یعنی دیگرش رو و در اینجا the این ارتیکل معینی است یعنی the other و دیگرش رو برای من ده. The other و دیگر میشود و وقتی که شما الان که میدونید که من دو روچکه دارم و اینش را خودم استفاده برده ایستادم شما میگویید که give me the other pen یعنی اینش را برای من ده. روچکه دیگر را اینجا انیق هست روچکه که من استفاده میبرم و من باید آن را با شما دهم اینجا انیق هست give me the other pen. Okay I give you the other pen و من این روچکه را با شما میدهم. The other چیزی که گفتم با ارتیکل z معینی ساخته شده است و یگان چیزی انیق دیگر را در نظر دارد و در اینجا هم وقت فرق بین دو چیز میشود یعنی this one and the other, this hand and the other hand, this eye or the other eye. Even که this bank of the river and that bank of the river, the other bank of the river. و کلمه سیوم برای امروز این باز هم در مثال روچکه ها برای شما میفهمونم این others میباشد. یعنی وقتی که شما میدونید که من الان دو روچکه دارم و شما میخواهید دانید که آیا من یگان روچکه دیگر دارم شما میتونید پرسید که سعدی do you have other pens؟ یعنی سعدی تو یگان روچکه دیگر داری روچکه های دیگر داری یعنی do you have other pens؟ سعدی do you have other pens؟ یعنی other این دیگر میشود دیگرشان رو و این فرق کلمه other از another و the other در اون است که other فقط در شکل جمع استفاده میشود یعنی تو روچکه های دیگر داری تو باز دیگر روچکه داری و yes I do have another pens. I do have other pens. بله من دیگر روچکه ها دارم and I have 4 more pens و من
4 ручкаи дигар дорам. I have 4 more pens. Ва шумо мепурсед ки ва вақте ки ман ин ручкаҳоро дар дигар ҷо мемонам, ё ин ки ин ручкаҳо дар дасти ман аст ва ба шумо ручкаҳои қаблӣ дар кор мешавад. Ва шумо метавонед пурсед ки where are the other pens? Where are the other pens? ручкаҳои қаблӣ, ручкаҳои пешина ё ки ручкаҳои дигар дар куҷо буд? Here they are. Here are the first 2 pens. Ин аст дар ин ҷо он ду ручкаи аввала ва ин аст он 4 ручкае ки ман айни ҳол ба шумо нишон додам, яъне ки ручкаҳои ҳозира. Хулоса дӯстон, another ягон таи дигар шакли танҳо мо мепурсам, яъне якро дар назар дорад номаълум аст ки ҳаст ё ин ки нест. The other дигарашро мешавад вақте ки интихоб байни ду чиз аст ва барои мо other ин боз ба монанди ин ё ин ки боз дигар тарҷума мешавад. Так ин буд дарси кӯтоҳ оиди фарқ байни калимаҳои the other, another ва other. Фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед то дарсҳои дигар дӯстон. Бай.